ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل تماشابینان و هواداران شبکه صدای امید. خداوند همه ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت کند و کل مهاجرانی که امروز دور وطن هستند و در کرانتین خواب هستند، خداوند اونها را از این بیماری نگه بدارد و این بیماری را از کل دنیا الله مهربان است و نابود بگرداند. در حق همدیگر با دعا باشیم. خب برادرای عزیز، امروز ها دیده ایستاده ایم که چندین از برادران ما و شما در شهر روسیه از این بیماری که امروز در جهان پنج شدگی است از عالم چشم پوشیده ایستاده اند. خداوند همشون رحمت و مغفرت فرماید. یک برادرمان، یک طالب علم، یک شیخ در شهر روسیه در خدمت همین مهاجرانی که امروز از عالم گذشته ایستاده اند، آنها را جنازه خوانده و برده گور کرده ایستاده اند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله سبحانه وتعالى برای ما شما فرصت میکنه بیا که ای بندگان من، اگر شما در هر کجای باشید نباشید، خب در آسمان اگر ستاره بجا شود، الله خودی میگه که مرگ شما را بیرون میکنه. برای برادران سخن زیادی نگویم. امروز این برادر ما شما از دنیا گذشته است. این برای ما شما عبرت است که ما هم یک روز مرگ میچشیم. ما هم یک روز مرگ میچشیم، لیکن مرگ برای ما شما عبرت شود که ما از این دنیا به کدام عمل میرویم. اگر عملی که در دنیا عمل خوب نکرده باشیم، عمل کرده باشیم که خاص به خاطر خدا عمل کرده باشیم. این همین شبکه شون هست، میتونین داخل شوین از همین شبکه همگی نوارها رو تماشا بکنین. سلکش ما در زیر ویدیو میمونم، در این هم آبونه شوین، هم بسیار ثبت های خوب دارد، بسیار چیزهایی رو ان شاء الله از اینجا میآموزیم ما و شما. خداوند هممون هدایت کنه و از این شیخ ان شاء الله که دعا طلب میکنیم. سلک در زیر ویدیو حتما داخل شده آبونه شوین. خوب میگذاریم با همین مهاجرانی که در مهاجرتی از عالم چشم پوشیده هستند. شاید که بسیاریا خبر داشته باشند یا اینکه بسیاریا بیخبر باشند. شخصی که در مهاجرتی گذشته ایستاده است، امروز مهاجرای ما و شما جایی که انا همون مهاجر رو گور میکنن 90,000 روبل شده است. 45,000 بود، 65,000 شد، 70,000 شد. این امروز 90,000 روبل شدگی که یک متر جود میتین همونجا مرده تا گور میکنی 90,000 روبل. ببینید که چه مشکلی هایی هست که امروز بر سر مردم مسلمان آمده است. مسلمان ها از وطن دور چشم پوشیده ایستادند و در داخل وطن حتی جسدشون گور نکرده ایستادند در وطنمان. این به حکمت نیست ان شاء الله. این هم حکمت خیلی کلانی دارد. خداوند اول همه ما و شما را نگهبان باشد از این بلا، از این آفتی که امروز خود خدا همین پنهان کردگی است. این حکمتش خدا میداند. اما از روی حدیث ها و از روی قصه ها بگیریم، جایی که میگه فسادکاری زیاد شود، خدا یک بیماری را سر میتیه. همین سبب دعا بکنیم. بهتر از دعا چیزی نیست. ای دستی ما و تو چی میبیا برادر؟ در رکعت نماز میخونیم و دعا میکنیم. اگر همه ما و شما دستی بر دعا برداریم، نخواه خدا یک از ما و شما را دعامون قبول نکنه. 1,000,000 اگر ما را تماشا کنن، اگر از 1,000,000 دست ببرداره و دعا بکنه که خدایا همه بیماری را از کل دنیا نیست بگردون. الله مهربان امروز فسادکارایی که در وطن و یا که بیرون از وطن فسادکاری میکنه، خدای اونها رو نیست نابود بگردان. اگر قابل هدایت باشه هدایتشون کن. امروز با خواست الله به خاطر کل مردم مهاجر و یکی از کوههای رامید در سطح گذشته هم گفتگی هستیم، آمدگی هستیم برای این منظره های زیبا و نوار بگیریم. شما هم تماشا کنین، غمگین نشوین. ان شاء الله که این همه گذرنده است. هرچی آید بر سر فرزندی آدم بگذرد همش میگذرد، اما تا گذشتنش بسیاریا خون دل میخورن. همین سبب دعا بکنین.
دعا کنین که الله مهربان همه بیماری از روی کدام کثافتی که پیدا کرده همون کثافتی را نیست بکنه. الله مهربان زیناکارا را هدایت بکنه. الله مهربان عرقنوشا و فریبگرا و حقخورا و دشمنای دین اسلام خار و ذلیل بگرداند و هدایتشون بکنه، قابل هدایت باشد. فقط دعا کنین که خدا همین بیماری نیست بکند. بگیرین او را پهن کنین، در شبکه‌هاتون میپرتوین، خود در هر جایی که میتونین پهن کنین تا دعا زیاد شود و الله مهربان همین بیماری نیست بگردونه. خداوند مهربان همه شما را نگهبان باشد. در مهاجرتی هستیم، ما حال که در وطن هستیم، بهر شما فقط دعا کرده میتونیم، از دست ما هیچ چیز نمیبیاید. انشاءالله که همیشه در حقتون با دعا هستیم. شما هم نیز دعاگو باشین که دعای شما زود اجابت شونده هست. خداوند یار و مددگارتون باشد. در حق دوستتون صدای امید با دعا باشید.